با سلام و درود فراوان به همه وطنداران عزیز، هموطنان خوب افغانی، ایرانی، کرد، انگلیسی، فنلاندی، همه. این مریم خانم ما هست که کاندیدا شدن برای شهر و برای هیوین وونتی. نمیدونم فارسیش چی میشه، خودتون هرچی میدونین ترجمه کنین. از همه وطنداران و دوستان فارسزبان و غیر فارسزبان، کرد، عرب، انا پودن خواهشمندم به این خانم محترم که چندین سال در بیمارستان و سوسیال و اداره کار و غیره مترجمات همه فعالیت خیلی خوبی داشته. اکنون میتونین بیاین در زعفران مارکت یوسکولا شماره ایشون و عکس ایشون رو ببینین. 2 تا رای، یه رای مال شهرداریه، یه رای مال همین هیوین وونتی. فارسیش نمیدونم چه آلوه نمیدونم، ولی خواهشمندم چیز کنین، بذار هموطنانمون هرچی اینجا بیشتر رشد کنن، هرچی اینجا مقام بیارن، هرچی اینجا چیز باشن، باعث افتخار ماست. با درود فراوان، من حسین نجفی پیشنهاد میکنم که به این هموطن یا همزبان ما، البته فرق نمیکنه، افغانی، ایرانی، کرد، عرب، همه انسانی، بهشون رأی بدیم و براش آرزوی سلامتی و سعادت و پیروزی کنیم. به درود.